نیروهای روسیه روز سه‌شنبه حمله فراگیر را به منطقه دنیتسک آغاز کردند و با همین جنگ 5 ماهه روسیه در اوکراین به مرحله نو وارد شد. نظامیان روسیه با هدف اشغال قلمروهای بیشتر اوکراین با تانک و توپخانه به چند شهر و محله های دنیتسک ضربه زدند. از جمله در ضربه ها به فروشگاه شهر سلاویانسک دست کم 2 نفر کشته و 7 کس زخمی شدند. از دکان فروش قسمهای احتیاطی ماشین ها دود سیاه به هوا پیچید و آتش رسته و دکانهای دیگری بازار را فرا گرفت. وزارت دفاع روسیه میگوید که منطقه های اهالی نشین را هدف نمیگیرد. این نهاد تاکید کرده است که برای نابود کردن نقطه های فرماندهی و توپخانه ها در دنیتسک از اسلحه دقیق و هدفرس استفاده می کند. با اشغال لیسیچانسک نیروهای روسیه تمام قلمرو ولایت لوهانسک را تصرف کردند. این یکی از هدفهای اساسی نظامی مسکو بود. همکنون حربیان روسیه تلاش دارند تمام دنیتسک منطقه دیگری دانباس اوکراین را اشغال کنند. روسیه از آغاز جنگ طلب داشت که اوکراین لوهانسک و دنیتسک را به جدایی طلبان تحت حمایت مسکو که استقلالیت خود را اعلان کردند بسپارد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت با وجود بیرون رفتن نیروهای اوکراین از لیسیچانسک آنها مقاومت را در این منطقه ادامه می دهند و گفت که سربازان کشورش دیگر باره این ولایت را پس می گیرند. والی لوهانسک اعلان کرد که نیروهایی که از این شهر بمباران شده عقب نشینی کردند روز سه‌شنبه در دنیتسک خط نو دفاع را اشغال کردند. در درگیری ها برای لوهانسک به خصوص هنگام محاصره شهرهای اطراف لیسیچانسک و سیورودنیتسک هر دو جانب تلفات زیاد دادند.